ساکن جماعت دهاتی باغستان ناحیه شهرینم مایرم علیم 70 ساله همراه اویله، فرزندان، نبیره و ابیره در سوزنی، کشیده دوزی، چکن دوزی، گل دوزی و در تیار نمودن طعم‌های ملی هنرمند میباشد. میگوید که این هنر را از آوان کودکی از پدر و مادر آموخته تا امروز چندین شاگردان را تربیت نموده است. از سال 1960 این جانب من دوزندگی میکنم. چپان میدوزم، گلدوزی میکنم، تربوفی میکنم، نسکی میبافم. همین ها رو همشه از مادرم یاد گرفتگیم. خانه در دوختن لباس ها کلین هایم یاردم میکنن. دو نبیره دارم، نبیره یاردم میکند، یک تاش صنفی نهم میخواند. حاضر اینها رو یک تاش تیار کردگیم، دیگرش رو حاضر تیار کرده ایستم. شاگردای من بسیارند، در هر گوشه کناری ناحیه هم. بسیارش در روسیه هست. از دیدن هنرهای خاله مایرم و فرزندان و نبیرگانش در قطار دیگر هنرمندان نمونه چادر و کرته، دوزندگی و زردوزی با نقش و آرایشش دقت بیننده را زود به خود جلب می‌نماید. اعلان شدن سال 2018 همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی را غمخوری‌های نوبتی اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امالی رحمان در حق هنرمندان می‌حسابد. ما می‌نداریم از جناب عالی امالی رحمان که تمام شرایط برای زنها مهیا کردگی است. من در خانه دکان‌های قالین بافی، ماشین‌های مثال در دوزی، زنها دخترها همه مشغولی کارند. زن باید هنرمند باشد، در زندگی صاحب کسب باشد، تمامی هنرهای باید داند، بافتن، دوختن، پخت و پز، نانپزی، مثال خوراکپزی، همش رو باید از خود کرده باشد. باید گفت که در تابع جماعت دهاتی باغستان ناحیه شهرینم هنرهای مردمی به مثال چوب تراشی، چکندوزی، کلالگری و پیکره‌سازی، رسامی و نقاشی، زرگری و آهنگری، دوریدگری و گلدوزی عنعنوی میباشد. همه این هنرها از نسل به نسل تا امروز ادامه دارد. میگویند هنگام صحبت هنرمندان این گوشه کشور. حسن حسنوف نیز همراه برادران و شاگردان امروز به کنده‌کاری مشغول بودند. محصول دستان خود را همیشه به بازارهای کشور پیشکش خریداران میکند. این کسب‌ها از پدر و مادرمون موندگی، ما ای خردسالی همین کار را میکنیم. مثلا انمی یک صندوقچه ساختن برای همین زحمت کشیدن مثلا یک 10 روز به تیار میشود. برای همین کنده‌کاری کردن همین میز مثلا 10 روز 15 روز ما زحمت میکشیم. در همین بسیار نازکی ها داره. این تخته در این کار سرسومه شدن در کار نیست. برای چی کم ترک اگر کورچه دیگه طرف روه و امو گولش دیگه خیل میشه، چیزی خوچه گو میکند. عصبی آرام بعد وقتی بسیار در کار که یک همین نسخه را مثالی گپ با صفت چیز کرده، بعد از اون بعد رنگ و نوار کرده، بعد رنگ و نوار کردن در کار. با مثل این هنرمندان در تابع جماعت دهاتی باغستان کم نیستند. میگویند که مقصد یک است، باید ما هنرهای ملی خود را احیا نموده به دیگران نیز آموزانیم تا که این هنرهای قدیمی ما از بین نرود.